بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز. دوستان عزیز، طلسمی که مشاهده میکنید طلسم جدایی یا طلاق فوری یا دشمنی فوری هستش. این طلسم را به این صورتی که من کتابت کردم همینجوری بنویسید. بعد نوشتن و کتابت طلسم فقط دقت کنید، طلسم را بکنید به این صورت کتابت کنید و زیرش اینجا اسم دو طرفی که میخواین اسم طرف مادرش را بنویسید و بنویسید جدا کردم فلانی را از فلانی و تا بزنید و داخل قبر کهنه دفنش بکنید. بنده میرحسین هستم، با تشکر.